سلام دوستان، علی مقدم هستم از کانال گیتار ایرانی. خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم با یک ویدیو دیگه. امروز قصد دارم آهنگی رو بهتون آموزش بدم که فکر کنم خیلی وقت پیش باید این کار انجام میدادم و خیلی از دوستان این رو ازم درخواست کرده بودن که این آهنگ رو حتما کار کنم. آهنگ چشم من از داریوش، همون نسخه قدیمیش. یه جورایی میتونم بگم این آهنگ یکی از آهنگ‌هایی بود که باعث شد من علاقم به گیتار زیاد بشه، اصلا بخوام دنبال یادگیری گیتار برم. هیچ موقع یادم نمیره وقتی اولین بار این آهنگ رو شنیدم، فکر میکنم نسخه بی کلامش بود، توی کاست آقای آرمیک بود، نوازنده بسیار خوب گیتار، و بعدا رفتم نسخه اصلیشو که آقای داریوش خونده بود رو گوش کردم و واقعا اونقدر خوشم اومد که منو ترغیب کرد که برم دنبال گیتار. اینجوری میتونم بگم واقعا در مورد این آهنگ. میدونم برای خیلی از شما عزیزان هم همین حس وجود داره و دوست دارید که این آهنگ رو یاد بگیرید. خب امروز میخوایم این آهنگ رو با هم کار کنیم. البته این رو هم بگم که توی یوتیوب خیلی از عزیزان و دوستان و همکار من این آهنگ رو آموزش دادن و به خوبی هم این کار رو انجام دادن. ولی خب از اونجایی که شما عزیزان توی کامنت ها ازم خواسته بودید که این کار رو انجام بدم، گفتم من هم یک ویدیوی آموزشی برای این آهنگ براتون آماده بکنم. این رو هم بگم که من این آهنگ رو امروز توی لول های مختلف میخوام آموزش بدم، هم یه جورای پیشرفته، متوسط و خیلی ساده برای کسانی که تازه دارن در واقع یاد میگیرن که اونها هم بتونن این آهنگ رو در سطح خودشون بنوازن و به همین دلیل فکر میکنم برای اغلب دوستانی که این ویدیو رو نگاه میکنن میتونه مفید باشه. خب بریم سراغ آموزش آهنگ. همونجور که میدونید گام اصلی این آهنگ توی سی مینور هست، یعنی اینجا. ولی من توی این آموزش، توی این ویدیو امروز میخوام این رو یک پرده بیارم پایین تر روی لا مینور، یعنی A ماینر برای اونایی که نوتا رو به صورت انگلیسی کار میکنن. ببینید دقیقا همون شکل و همون فرم انگشت گذاری هست که داریم انجام میدیم. بعد از اینکه شما توی این گام تونستید این رو یاد بگیرید، توی هر گام دیگه هم میتونید در واقع این آهنگ رو بنوازید. واقعا کار سختی نیست. مثلا شما اگر بخواید توی گام سی مینور هم بنوازید، کافیه رو فرت دوم یه دونه کاپو بذارید. اینو من برای دوستانی دارم میگم که خب نسبتا تازه شروع کردن و براشون کاپو گذاشتن راحت تر از اینه که خودشون همه این کار رو انجام بدن. پس سی مینور مثل اینه که شما یه جوری لای مینور گرفتین، همون فرت پنجم میشه برای زمانی که شما اینجا کاپو بذارید روی فرت دوم. میبینید اینجوری شکل لای مینور یا ای ماینر رو میگیرم، ولی در واقع نوت آکورد سی مینور رو میگیرم، یعنی آکورد بی ماینر. خب پس من این رو برش میدارم. بریم سراغ لای مینور، یعنی فرت پنجم سردست آلت به این صورت. خب اول کارمون به این صورت شروع میشه. من تون برم سراغ اصل مطلب که وقت ویدیو زیاد گرفته نشه. ببینید با یه اسلاید از فرت سوم سیم دو میایم به فرت پنج. با انگشت یک ترجیحاً میایم. چرا؟ چون انگشت چهارمون اینجا احتیاج داریم که سریع بذاریم رو فرت هشتم سیم یک. ببینید یه اسلاید از 3 به 5. خب اینجا که میایم روی فرت هشتم سیم یک، دیگه میریم حالت ترمولو پیکینگ، یعنی به صورت ترمولو میزنیم اینجا. گوش کنید. دوستانی که با پیک کار میکنن به صورت رفت و برگشت یه جورایی پایین و بالا، آپ داون اینجوری میزنن و نوتای بعدی هم به همین صورت. ببینید بعد فرت 7، بعد فرت 5، بعد دوباره 7، بعد دوباره 8. ببینید هی دارم تکرار میکنم.
تکرار میکنم که ببینید. بعد میشه 7 8 7 6 سیم دوم. اینجا میتونید آکورد ری مینور رو فرت پنجم بگیرید، یا به خاطر قشنگی انگشت دوممو یه لحظه برمی‌دارم دوباره میذارم. پس یه بار دیگه از اول میرم. خب برای دوستانی که میخوان راحت‌تر این کار رو انجام بدن و راحت‌تر بنوازن، مثلا اون اسلاید اول رو نمیتونن بزنن، شما کافیه به جای سیم دوم از 3 به 5 همون سیم آزاد 1 رو بزنید، میشه دقت کردید به جای سیم دوم مستقیم همه این کار رو روی سیم اول انجام دادم که کار راحت‌تر بشه. ری مینور یا آکورد دی ماینر رو هم سردسته گرفتم. پس یه بار دیگه من فرم های مختلف رو میگم که خب دوستان توی سطوح مختلف راحت‌تر این کار رو بتونید بنوازید و هر کس توی سطح خودش بتونه در واقع یک میانبری پیدا کنه که این آهنگ رو قشنگ بنوازه. برای دوستانی که فینگر استایل هستن و با انگشت نوازندگی میکنن، خب اینو هم بگم که این آهنگ قشنگتر هست که توی با پیک نواخته بشه به نظر من، چون صدای قشنگتری میده برای ترمولو پیکینگ توی این آهنگ، مخصوصا اون صدایی که ما میخوایم. ولی خب با انگشت هم میشه، یا باید ترمولو به صورت انگشتی بزنید، یا اینکه مثلا یه انگشتتون رو مثل پیک قرار بدید به این صورت که البته شکل قشنگی شاید نداشته باشه از لحاظ استاندارد ببخشید، از لحاظ اصول نوازندگی، ولی خب مدل ستار یه جورایی شاید بتونید بنوازید. ولی خب خود من این کار رو با پیک می نوازم، ولی اینم یه راه دیگه. دستم میارم جلوتر که ببینید، اینجوری میکنم با انگشت 1 خب اینم یک راه بود. بریم سراغ ادامه آموزشمون. پس دیدید که چند مدل میتونید این کار انجام بدید، یا با اسلاید، ترمولو پیکینگ، یا روی همون سیم 1 حالتهای مختلفش. پس تا آکورد ری مینور اینجا اومدیم. یه بار دیگه حالا اینجا از فرت 5 به 7 روی سیم 3 دارم میرم. یه همر آن داریم، یا میتونید اسلاید برید یا همر آن. بعد مستقیم میریم روی سیم 1 فرت 7. پس شد به این صورت. فرت 7 فرت 5. اینجا یه دونه همر آن پول آف داریم. پس شد 7. دیدید روی سیم سوم بود. دوستانی که همر آن پول آف رو تکنیکش رو نمیشناسن، من توی ویدیو کامل به صورت جداگانه همر آن پول آف رو هم آموزش دادم که لینکش رو میذارم، حتما بتونید اونجا هم اگر میخواید این کار رو یاد بگیرید. خب یک نوع دیگه هم اگه بخوام بهتون بگم میتونید این کار رو انجام بدید. این نسخه ای است که فکر میکنم آقای آرمیک توی آلبوم بیکلامش نواخته بود.
در ادامه کار یه لحظه آکورد لای مینور ما یعنی ای ماینور ما میشه ماژور و یعنی آکورد A، یعنی A رو فرت پنجم، سیم چهارش رو میزنیم، فرت 6 سیم یک، میتونید موقعی که دارید آکورد ای ماینر یا لا رو فرت پنجم میگیرید انگشت چهارمتون رو بیارید رو سیم یک، فرت هفتم، بعد یه کوچولو میریم رو هشتم و برمیگردیم، میشه این ظرافت باعث میشه که کارتون قشنگتر و طبیعی‌تر میشه. پس یه بار دیگه من قسمت آخر رو آروم میزنم که ببینید. حالا اگه بخواید همین کار رو توی سردستم بزنید میشه، فقط باید این قسمتش رو اینجا بزنید، میشه. پس شد به این صورت. خب میبینید من بعضی موقع فرم ها رو تغییر میدم به خاطر اینکه افراد مختلف تو سطوح مختلف دارن ویدیو رو میبینن. ممکنه بعضیا از این حالت خوششون بیاد و بعضی از حالتهای دیگه. اونایی که خب یه مقدار پیچیده تر هستن برای افرادی که خب خیلی وقت گیتار کار میکنن و شاید این فرم براشون راحت‌تر و قشنگتر به نظر بیاد. فرم سادهش هم این بود که بهتون گفتم. پس میبینید هیچ محدودیتی وجود نداره، شما میتونید این آهنگ رو توی سطوح مختلف بنوازید. من وقتی 1 سال بود گیتار رو یاد گرفته بودم این آهنگ رو مینواختم، ولی مطمئناً مثل الان نمیتونستم بنوازم. مثلا یادم اون قسمتی که در واقع اینتروی کار تموم میشه و میره رو آکوردها، من این کار رو انجام میدادم. میبینید این یه راهه که شما میتونید در واقع توی سطح خودتون یه آهنگ رو بنوازید. پس برای خیلی مبتدی ها که تازه آکوردهای باردار رو یاد گرفتن، البته اینو بهتون بگم که شما میتونید آکورد سول ماژور یعنی جی رو بگیرید، بعد فرت 3 و 5 رو بزنید، میبینید بعد آکورد ای ماینر، میبینید به این صورت. حالا اگر یه مقدار پیشرفته تر شدید، بهتر تونستید این کار رو انجام بدید، کافیه اینو بزنید. ببینید با انگشت چهارم هم بدون اینکه دستم از رو آکورد بردارم صدای آکورد رو دیگه خفه نمیشه موقعی که دستتون اینجا باشه. خب برای دوستانی که حالا یه مقدار باز میخوان طبیعی‌تر و بهتر بزنن، همین آکوردها نواخته میشه، منتها اینجا دیگه تک نوت نواخته نمیشه. مثلا برای آکورد سول ماژور وقتی میزنید
انگشت 1 تون باید فرت 3، انگشت 2 تون فرت 5. ببینید خیلی باید باز بشه که انگشت 4 تون بیاد رو فرت 7. یعنی 3 تا فرت رو اینجوری باید بگیرید. میبینید این صورت. ببینید خب پس یه بار دیگه سول ماژور، یعنی بعد از اینکه لای مینور رو گرفتید 5 7 8. و در ادامه میره قسمت اصلی آهنگ و ترانه آهنگ که اگر ببینم ویدیوی امروز رو دوست داشتید و خوب ازش حمایت کردید، حتما برای اون هم یک ویدیو جداگانه به صورت کامل آماده میکنم، چون اون قسمت هم واقعا زیباست، ملودی زیبایی داره. من میتونم حتما ملودیش و آکوردهاش به صورت جداگانه خدمتتون آموزش بدم. قسمتی از ملودیش رو براتون اجرا میکنم، واقعا زیباست. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اگر اون رو دوست داشتید حتما با دوستانتون و آشنایانتون به اشتراک بذارید، شاید برای اونها هم مفید باشه. اگه کانال گیتار ایرانی رو در یوتیوب هنوز سابسکرایب نکردید، این کار رو انجام بدید و اون زنگوله کنارش هم فعال کنید که اگه ویدیویی رو آپلود میکنم حتما اعلانش براتون بیاد. ممنون میشم با لایک و کامنتاتون از من حمایت کنید. مرسی، تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.